من نمیدونم این پیامر بگم دیگه نگم. مردم کانشون خوبه بگید. میگم ما بابامون 20 سال پیش یه کفن از مشهد خریده. خب بعضی از بله بله. به هر حال دوست دارم میخرن تبرکی نگه میدم. میگه تا صدای شلیک میاد سریع بابام میره کفنشو میپوشه میاد میشینه تو خونه. ما استرس میگیریم ما چی کار کنیم؟ آقا چه کاری آخه چرا این کارو میکنی؟ اصل موضوع خوب درسته. آره ولی آخه خب شما فکر کن یه نفر هر شب بره اونو بپوشه بیاد بشینه جلو بچه‌هاش. چه عرض کنم والله. ببخشید. فکر کنم شاید تفریح و جوک بود حالا دیگه. نه خیلی جدی نمیشن به خود ما استرس میگیریم موندیم چی کار کنیم حرفم گوش نمیکنه. به رحمت خدا نمیره. نه خدا نکنه 100 ساله بشه. نه منظور چیز دیگه است. مثلا فکر کن زلزله میاد، کرونا میاد. کرونا کلا تنش بوده مثلا. مثلا هی میشنم آقا نکنه امشب مثلا فلان تهرانو بزنه مثلا میپوش داستو. خب یه خورده خوب نیست دیگه. حالا شاید میخواد آمادگی خودش نشون بده ولی آخه دیگه بچه‌ها ناراحت میشن. خب